یکی از هوادارهای فوتبال این هفته رو به دوربین درخواستی رو مطرح کرده. یه خواهش دارم از ابوطالب حسینی، یه تیکه درجه 1 به این رضا درویش بندازه که دیگه بره. ابوطالب خواهش میکنم، خیلی دوست دارم. من میتونم به رضا درویش تیکه بندازم ولی باعث نمیشه اون بره. ممکنه خودم برم، اون که نمیره که. یعنی حرفی که شما میخوای بزنی اگه ما بزنیم ممکنه هممون بریم. ولی رضا درویش هست. اصلا اگه به حرف ما کسی میرفت که رضا درویش تو پنجاتای اول هم نبود. ولی هوادار پناه آورده، یه درخواستم داشته. چشم رضا درویش دوست داشتنی برو دیگه، هوادار نمیخوادت دیگه. آقا هوادار ببین چقدر بهش فشار اومده که اومده سمت ما که آغوشمون بازه. اصلا هر بار یه میکروفون اومد جلوتون درخواستی داشتید بگید. مرتبط هم باشه فوتبال. چه میدونم ما همسایه‌مون 12 تازه مهمونی میگیره انقدر شعور نداره، به ما ربطی نداره. تو مدرسه عبدالله تغذیه‌مو گرفت، به ما ربطی نداره. چه میدونم من با خانومم درگیرم، به ما ربطی نداره. فوتبالی هم مطرح میکنیم هم پیگیریم با علم بر این که صدامون به جایی نمیرسه. ولی حداقل تا روزی که رضا درویش بشه ما میایم میگیم آقا به عشق این هوادار رضا درویش چرا هنوز هست. آخرش هم گفتم دوستت دارم، ما هم دوستت داریم. بیاد یه انگوشی که ببینه فقط چقدر آدم اینجا دوستش دارن. ما هم شما رو دوست داریم. ما اصلا برای شما اینجاییم. ما که نمیخوایم مثل خدای نکرده بعضی از مجری‌ها بیایم به هوادار بگیم تو رو سننه و از این حرفا. ما هوادار تاج سر ما با بدنه فوتبال درگیریم. ما هوادار رو پشت خودمون میدونیم که اصلا اینجوری داریم. بله.